در قسمت قبلی شنیدیم بعد از اینکه بچه گربه سیاهو به خونه آوردم خیلی زود به من وابسته شد، اما هر روز رفتارهای عجیب تری از خودش نشون میداد. نگاه‌های غیر عادی، حس اینکه قبل از وقوع اتفاقات از اونا خبر داره و تجربه‌های ترسناکی که کنار اون برام رخ میداد. و اینکه وقتی نشسته بودم و نوازشش میکردم و سپیده صبح رو دیدم خوشم زد. کم کم این سوال تو ذهنم ایجاد شد که آیا واقعاً با یه گربه معمولی روبروم یا پای یه راز دیگه در میونه؟ 4 ساعت و نیم گذشته بود. دستام کرخ شده بودن، پاهام بی‌حس شده بودن، ولی عجیبتر از همه اون بود، هنوز همونجا نشسته بود. تمام این 4 ساعت حتی یه بارم جاشو عوض نکرده بود. نه آب خواسته بود، نه غذا، نه حتی سرشو چرخونده بود. آروم خم شدم و خواستم بلندش کنم. همین که دستم رو بردم زیر بدنش، یه صدای آروم از خودش در آورد. اما این بار اون صدا شبیه میوی یه گربه نبود. یه صدای کوتاه بم که بیشتر شبیه غرغره یه آدم بود تا یه حیوان. همون لحظه یه لرز تو وجودم افتاد. آروم گذاشتمش رو زمین. چند قدم عقب رفتم. اونم خیلی آروم از جاش بلند شد بدون اینکه نگاهشو از من برداره. چند ثانیه فقط نگام کرد. بعد برگشت و رفت توی تاریکی راهرو. من همونجا ایستاده بودم و برای اولین بار بود که دلم نمیخواست دنبالش برم. اما عجیب تر از همه این بود که فردای اون شب هرچی فکر کردم ببینم توی اون 4 ساعت به چی فکر میکردم، هیچی یادم نمیومد. انگار 4 ساعت از زندگیم کاملا پاک شده بود. روزها گذشته بودن و دیگه اون گربه فقط یک حیوان توی خونم نبود، جزئی از زندگیم شده بود. صبح قبل از اینکه برم سر کار می اومدم دم در. وقتی برمیگشتم صدای قدمامو که میشنید خودشو میرسون بهم. گاهی حتی قبل از اینکه کلید رو داخل قفل بچرخونم صداش از پشت در می اومد. اون موقع این چیزا برام عجیب نبود. فکر میکردم خب فقط به من عادت کرده. ولی کم کم اتفاقاتی افتاد که دیگه نمیتونستم به همین راحتی از کنارشون رد بشم. یه شب مثل همیشه بعد از کار برگشتم خونه. بارون شدیدی میبارید. لباسام کاملا خیس شده بودم. همین که وارد شدم مادرم با تعجب نگام کرد. چند ثانیه فقط ساکت موند. بعد گفت تو کی اومدی؟ خندیدم و گفتم الان رسیدم. ببین لباسام هنوز خیسه. اما صورت مادرم تغییر کرد. یه جوری نگام کرد که خنده از صورتم رفت. گفت نه. گفتم چی نه؟ گفت تو حدود 1 ساعت پیش اومده بودی خونه. فکر کردم داره شوخی میکنه. گفتم مامان دارم جدی میگم، الان رسیدم. اما اون با اطمینان گفت من صدا تو شنیدم. سکوت کردم. گفت اومدی تو، رفتی تو اتاق، داشتی با تلفن حرف میزدی. یه لحظه احساس کردم سرمایه بیرون دوباره برگشت تو وجودم. گفتم من اون موقع سر کار بودم. مادرم چیزی نگفت، فقط نگام کرد. انگار خودشم نمیدونست باید چی فکر کنه. بعد از چند ثانیه آروم گفت ولی صدای خودت بود. اون شب هیچ کدوممون دیگه هیچی نگفتیم. اما من دوباره یاد سالهای قبل افتادم. همون اتفاقایی که از بچگی شروع شده بود. شنیده شدن صدای من بدون حضور خودم. و برای اولین بار یه فکر از ذهنم رد شد که دلم نمیخواست بهش فکر کنم. اگه اون صدا واقعا صدای من بود، پس چه کسی داشت جای من زندگی میکرد؟ جای من حرف میزد. چند روز بعد بالاخره نقاشی تموم شد. چند شب پشت سر هم رو اون کار کرده بودم.
هر بار که می نشستم پای نقاشی گذر زمان رو حس نمی کردم. گاهی سرم رو بلند می کردم و می دیدم چند ساعت گذشته. اما عجیب این بود که هیچ وقت احساس خستگی نمی کردم. انگار یه چیزی درونم می خواست این تصویر کامل بشه. طرحی که کشیده بودم از نظر خودم خیلی زیبا بود. یه مرد با لباس مشکی در زمینه مشکی که یه نوزاد رو در آغوشش گرفته بود. نور خیلی آرومی روی صورت نوزاد افتاده بود. نوزادی که در خواب بود. هیچ چیز ترسناکی در ظاهر نقاشی وجود نداشت. اتفاقا برعکس، تصویر پر از آرامش بود. واسه همین خودمم نمیفهمیدم چرا بعضی وقتا که مدت زیادی بهش نگاه میکردم یه حس سنگینی رو سینم میشست. انگار چیزی پشت اون تصویر پنهان بود. چند روز بعد نقاشی رو قاب کردم و روی دیوار اتاق گذاشتم. اولین کسی که متوجهش شد مادرم بود و واکنشش چیزی بود که انتظارشو نداشتم. وارد اتاق شد. چشمش افتاد به نقاشی، همونجا ایستاد. نه چیزی گفت نه جلو رفت. فقط چند ثانیه خیره موند. بعد ناخود آگاه دستش رفت سمت روسریش. سرشو پوشوند. با تعجب پرسیدم مامان چی شد؟ گفت نمیدونم. چند لحظه سکوت کرد. بعد خیلی آروم گفت از این نقاشی خوشم نمیاد. گفتم چرا؟ مگه چی داره؟ نگاهشو از نقاشی برداشت و گفت نمیدونم، فقط وقتی نگاش میکنم یه حس بد میگیرم. اما خودشم نمیتونست توضیح بده که چرا. چون اگر کسی فقط خود نقاشی رو میدید چیزی ترسناک پیدا نمیکرد. بعد از اون هر کسی وارد اتاق میشد تقریبا همین اتفاق براش میافتاد. بعضیا چند ثانیه ساکت میموندن، بعضیا سریع موضوع حرفو عوض میکردن، بعضیا مستقیم میپرسیدن این بچه واقعیه؟ من میخندیدم و میگفتم نه، نقاشیه. اما ته دل خودمم نمیدونستم چرا این سوال اینقدر عجیب به نظر میرسید. برادرم من وقتی اولین بار دیدش مدت زیادی نگاش کرد. بعد بدون اینکه چیزی بگه از اتاق رفت بیرون. بعدها فهمیدم حتی خود برادرم هم از دیدن اون نوزاد احساس خوبی نگرفته بود. چند شب بعد وقتی همه خواب بودن تصمیم گرفتم خودم دوباره نقاشی رو امتحان کنم. چراغو خاموش کردم. اتاق کاملا تاریک شد. فقط نور خیلی کمی از بیرون می اومد. چشمام کم کم به تاریکی عادت کرد. تقریبا هیچ چیز دیده نمی شد. نه صورت مرد، نه لباس مشکی، نه جزئیات تصویر. اما یه چیزی کاملا مشخص بود. تصویر همون نوزاد. انگار فقط اون بود که از دل تاریکی بیرون میزد. همونطور آروم خوابیده بود بین دوتا دستای مرد. نمیدونم چرا، اما هر بار که نگاهش میکردم احساس میکردم اون تصویر دیگه مثل روز اول نیست. انگار چیزی در اون تغییر کرده بود، یا شاید چیزی که قبلا دیده نمیشد، یا لااقل من نمیدیدم و کم کم داشت خودشو نشون میداد. بعد از اون دیگه فقط رفتار آدمای خونه نبود که تغییر کرده بود. خود گربه هم هر روز عجیبتر میشد. البته اگه کسی از بیرون نگاه میکرد شاید میگفت خب یه گربه است دیگه. بعضی گربه ها رفتارهای خاصی دارن. اما من که هر روز کنارش بودم متوجه میشدم اون دیگه فقط یه حیوان نبود که به صاحبش عادت کرده باشه. گاهی حس میکردم بیشتر از این که من مراقب او باشم اون مراقب منه. شبا وقتی نقاشی میکشیدم همیشه کنارم بود. اما یه چیز عجیب وجود داشت. هیچ وقت به همه نقاشی ها نگاه نمیکرد. فقط به همون نقاشی خیره میشد. همون مرد و مخصوصاً همون نوزاد. گاهی ساعتها روبروی دیوار میچست و فقط نگاه میکرد.
نه بازی میکرد نه پلک میزد، فقط نگاه میکرد. یه شب که متوجه شدم دوباره جلوی نقاشی نشسته، آروم رفتم سمتش. بهش گفتم چی میبینی؟ البته انتظار نداشتم جواب بده، ولی عجیب بود. همون لحظه سرشو آروم چرخوند و به من نگاه کرد. نگاهی که انگار از سؤال من ناراحت شده بود. چند ثانیه بعد برگشت و دوباره به نقاشی خیره شد. همون لحظه یه حس عجیبی گرفتم. حس کردم شاید هر دومون داریم به یه چیز نگاه میکنیم، اما نه به یک شکل. از اون شب به بعد چند بار اتفاقای عجیبی افتاد. نیمه های شب وقتی همه خواب بودن، صدای راه رفتن گربه رو تو راه رو میشنیدم، اما وقتی در اتاق باز میکردم هیچ جا نبود. یه بار صدای آروم میوش رو شنیدم. صدا از پشت در اتاق مادرم میومد. آروم در رو باز کردم. اتاق تاریک بود. مادرم خواب بود، اما گربه اونجا نبود. برگشتم داخل اتاق خودم. دیدم روی تخت نشسته، آروم نگاهم میکنه. نمیدونم چطور قبل از من برگشته بود، یا اصلاً آیا واقعاً از اتاق مادرم اومده بود؟ کم کم خودمم تغییر کرده بودم. قبلاً وقتی تنها میموندم از سکوت لذت میبردم، اما حالا گاهی از سکوت میترسیدم، چون تو سکوت بود که بیشتر اتفاقا میافتاد. یه شب که خیلی خسته بودم تصمیم گرفتم برای اولین بار گربه را از خونه بیرون کنم. نه اینکه ازش متنفر شده باشم، اتفاقا برعکس. همین وابستگی زیاد بیشتر ترسونده بودم. احساس میکردم دارم کنترل خیلی چیزا رو از دست میدم. وارد اتاق شدم. طبق معمول انتظار داشتم رو تخت یا کنار وسایل نقاشی باشه، اما نبود. صداش کردم. بیا، کجایی؟ جوابی نیومد. دوباره صدا زدم. این بار صداش اومد، اما از یه طرف نبود. انگار از همه جا میومد. از زیر تخت، از پشت کمد، از راه رو، حتی از بالای سرم. چند لحظه همونجا ایستادم. بعد شروع کردم به گشتن. تمام اتاق و زیر و رو کردم. زیر وسایل، پشت پرده، گوشه های تاریک. هیچ جا نبود. اما صداش همچنان ادامه داشت، تا اینکه